12 هفته مونده از 2-3 روز دیگه یه خرید ریزی بزنیم کاسکو که خیلی چیزام تموم شده. از اونجا که من گوشت خیلی دوست دارم 2 تا بسته استیک برداشتم. 2 وعده استیک دارم. به خاطر همین همیشه هر 3-4 روز میام 2 تا بسته بزرگ استیک برمی‌دارم. تخم مرغ هنوز دارم خونه. وعده اولم همیشه سفیده تخم مرغ و 2 تا تخم مرغ کامله. چیز لازم دارم. مرغ لازم دارم. سینه مرغ و بوقلمو رو از این فروشگاه نمیگیرم. از یه فروشگاه دیگه میگیرم. بوقلموش اینجا قاطی چربی زیاده. سینه بوقلمو هم نمیاره. معمولا فقط سینه مرغ میاره. ولی ماهی سمن هم اینجا میگیرم. سبزیجاتم که فقط چیز میخورم دیگه. گرین لیز میشه لوبیا سبز، درسته؟ لوبیا سبز و اسپرگس میشه مارچوبه با یا اینکه بروکلی هم خونه دارم هنوز. کلم بروکلی رو دارم. آره همین. معمولا ببین سعی میکنم خودم خونه چرخ کرده دارم بگیرم. اگرم میخوام اینو مثلا استیک رو همینجوری دوست دارم بخورم. اگه میخوام چرخ کرده بخورم چرخ کرده اینجا رو نمیگیرم. زیاد قابل اعتماد نیستن نزدیک مسابقه. حالا تو حج باشی اوکی، ولی تو نزدیک مسابقه شما اعتماد به خواهرت هم نمیتونی بکنی دایی جان. سبزیجات میکس مورد علاقه منه. همه چی توش داره دیگه. ماهی سمن. چیه؟ پاپکورن. به شکل چیپس. به شکل دوریتوه. به شکل دوریتو. چه باحال. بر نداری آفرین. اینطور ماهیاش خوبیش اینه. این روغن نداره تو آب توشه. آبش هم خالی می‌کنی. رژیمیه. برای موقعی که خیلی تنبلی خوبه. همش میگن برنج سفید یا قهوه‌ای. اصلا برنج قهوه‌ای نخور. فاجعه است. برنج سفید هم هضمش راحت‌تره هم کربوهیدرات خوبیه. اومدیم با هموارش یه پای مشتی بزنیم. مشتی قشنگ‌تره. من زیاد نمیشم اصلا. حریف هموارش نمیشم. نه من اتفاقا امروز می‌خوایم خیلی می‌خوایم بیشتر تمرکز بکنیم تا سنگین بزنیم. یک آره و اینکه از جلو رو جمع میکنیم با پشت رو جمع میکنیم از اسکات جلو شروع میکنیم و میرسیم تا جنازه‌مون این در میره بیرون. باور میکنیم من تا حالا جلو نزدم؟ من تو کل سابقه بدنسازی تا حالا اسکات از جلو نزدم. نه امروز میریم سباش میزنیم میریم امتحانش میکنیم. برو بریم هموارش. بیچاره تو ویدیو همه یوتیوبرها هست. یه تمرین عالی پا لگ خوب زدیم با هموارش. یه سوال همه بچه‌ها راجع به تغذیه دارن، اینکه روز پا تغذیهش با روز دیگه چه فرقی میکنه؟ خدمت درش کنم که من خیلی ممنونم. روز یه تمرین پای خیلی خوب واسه ما واقعا عالی بود. فشار خوبی آوردیم و عالی بود. دستش درد نکنه. پاچون یه نیم تنه کامل از بدنه، یه تغذیه خیلی قوی میخواد. من خودم همیشه در روز پا سعی میکنم خود غذامو کامل‌تر کنم، پرکالری ترش کنم. سعی میکنم وعده غذای گوشتیمو توی روز پا بذارم.
یعنی مثلا گوشت گوساله قبل تمرین 250 گرم، بعد تمرین 250 گرم و یه کربوهیدرات. من معمولا شاخه کربوهیدراتیم از برنج و سیب زمینیه. سعی میکنم تو روز پا بیشتر برنج استفاده کنم. برنج سفید. برنج سفید. برنج قهوه‌ای نمیتونم بخورم. هضمش سخت. برام سخته، یه خورده من نفخ میکنم، اذیتم میکنه، باد میکنم. آره بریم سفید بهتر میسازه و روی این حساب بایستی توی روز پاشون میخوای فشار کامل بیاری و میگم نیم تنه بزرگ بدن میخوای درگیرش کنی، نیاز داری که کربوهیدرات خب یه قند کامل بهش برسونی، یه کربوهیدرات خوب داشته باشی، یه پروتئین رسانی خیلی خوب داشته باشی که از طریق من سعی میکنم گوشت قرمز استفاده کنم. تو روز پایین با این غذاها تکمیل میکنم. کلا 6 وعده غذا میخورم، سعی میکنم این 2 وعدهش حتما تو روز پام گوشت قرمز باشه. 500 گرم گوشت قرمز تو روز پا دارم، حالا قبل و بعد تمرین. حالا سوال بعدی اینه که آرش با توجه به سابقه تمرینی که داری، نزدیک میدونم که 20 سال فقط مسابقه میدی، 30 سال فقط مسابقه میدی. آره 30 سال. من که آرش من به دنیا اومدم مسابقه میدادم. 1172 یا 1 74 من 74 اولین مسابقه. من 2 سالم بوده. حالا اینو بگم که یعنی با نزدیک به 28 سال 30 سال داره مسابقه میده. مکملایی که تو این دوران با تجربه‌ای که داشتی برای یه نفر که مثلا میتونه 3-4 تا بیشتر مکمل نمیتونه انتخاب کنه، مثلا تو ایران دیگه باجت‌ها محدوده دیگه، بچه‌های خود دست و بالشون تنگه، چه مکملی رو بهشون پیشنهاد می‌کنی؟ من واقعیت خودم مکملی که دائما اکثرا حین تمرین همراه هم دارم بیشتر از گلوتامین و کراتین استفاده میکنم. یعنی کراتین معمولا همیشه دارم توی برنامه. آره تو برنامه غذاییم کراتین رو دارم. گلوتامینم چون ریکاوری سریع انجام میده باز دارم. EAA رو دارم. BCAA. تو ایران که ما بودیم بیشتر از آمینو استفاده میکردیم. همیشه آمینو رو ما این کار انجام میدادیم، میخوردیم، نیاز بود. ولی امروز واقعیت اینجا از BCAA بیشتر مردم اینجا به BCAA عادت دارن و AAA من این چارت ها رو بیشتر استقبال میکنم. و واقعیت فیش اویل، امگا 3 و فیش اویل اینا جزو اینا چیزایی که من من اینا رو دیلی دارم. یعنی مثلا امگا D3 رو دارم و مکملام هم همین 3-4 تا رو دائم دارم. حالا از پروتئین یه وقتایی استفاده میکنم، بیشتر ترجیح میدم غذا استفاده کنم. غذا از طریق معدم وارد گردش خونم شه تا رودم. عمو آرش هم یه تقریبا چند هفته دیگه مونده عمو آرش؟ من 8 هفته دیگه مسابقه تورنتو پروه. بله با سینا میخوایم ان بریم اونجا. تمام تلاشمون هم اینه که امسال این کارت رو من بگیرم. ان امسال کارت حرفه‌ای تو دستاته. ان تمام تلاش، تمام هدف و تلاشم اینه. کل زحمت و وقت و نمیدونم درد و همه ممارست ها اینه که آدم بره یه نتیجه از این حاصل دستانش بگیره که این 30 سال مسابقه امسال دیگه کارت رو بیاری بیاری خونه. ان همه هدفا بیاری. ان واقعیت اینه که یه بخشش مال خودم، یه بخشش هم واقعا مال کسایی که دنبال میکنن منو، اونا هم انرژی خوب بهم میدن و پیگیر من هستم و دوست دارم که یک افتخاری برای اونا به وجود بیارم. انشالله میگیریم امسال در کنار شما عزیزان. امید خدا 8 هفته دیگه مسابقه رو کامل فیلم میگیریم و 1-2 تا تمرین دیگه، تمرین پشت با هم بزنیم. یه تمرین پشت داریم، سینه داریم، بله اینا رو همه رو با هم سعی میکنیم بیشتر فیلم‌های بیشتری بهتون بدیم. یعنی حتی از تغذیه، از غذا خوردن، از روش تمرینی، آسیبایی کمتر داشته باشیم، حتی زمان آبگیری، اینا همه رو سعی میکنم اون هفته آخر مسابقه رو من هر روزشو میام با شما برای بچه‌ها یه فیلم که اون هفته آخر رو همه مشکل دارن، حتی بچهای مسابقه ایران. اون خیلی به نظرم کلیدیه. نمیتونم بگم 100% من خیلی کاملم، منم مثل آدم سعی خطا دارم، ولی یه تجربه است. یه سری چیزا رو اینجا آموختم، یه سری چیزا رو طی مسابقات. ولی در این حال اینی که واقعا ورزش بدنسازی نیازت اینه که تو اون چیزی که بدنت بهت میسازه اجراش کنی. دقیقاً خیلی مهمه. بعضیا شاید قطع کردن آب براشون نیازه، بعضی قطع نکردنش خیلی مهمه. تو شرایط خودتو بشناسی از این مسئله موفق میشی. دست در نکنم. عالی بود. میبینیمتون.